برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان عزیز گرامی. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد در خدمت شما هستم. تماشابینان عزیز، امروز موضوع ما چی است؟ انقلاب. نه دوستان، انقلاب نه، اما گپ درباره انقلاب است. بسیار از کاربران، مخلصان ما، خصوصا مخلصان شبکه یوتیوبی پیام تیوی، بیشتر وقت توسط پیامک فرستک ها با ما می نویسند، از ما می پرسند در رفت برنامه های دیدگاه، در رفت برنامه فردای تاجیکستان از ما می پرسند که کی در تاجیکستان انقلاب می شود؟ آیا امکانیت هست که در تاجیکستان انقلاب شود؟ و چگونه باید انقلاب شود؟ هر روز از ما میپرسند، به ما سوال میدهند. در رفت برنامه ها، توسط واتساپ، توسط ایما سوال ها آمدن میگیرد. آیا این گونه فضای در تاجیکستان هست که فضای انقلابی باشد؟ ببینید، دیروز 19 اکتبر دادگاه شهر دوشنبه حامی حقوق مهاجران و رهبر مرکز تاجیکان در مسکو عزت امان را برای 9 سال روانه زندان کرد. البته در این باره ما فردا در برنامه آنلاینی دیدگاه صحبت میکنیم، با خودتان صحبت میکنیم. تماشابینان، زندانی کردن عزت امان هم در حالی است که به گفته حقوق شناسان عزت امان شانس 100% وارد شدن به اوف را داشت که رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت 30 سالگی استقلالیت امضا کرد. امروز باشد از دو تیوی خبر داد که 2 محبس سیاسی در مؤسسه اصلاحاتی 3/1 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان معروف به زندان وحدت بی‌رحمانه شکنجه شدند که در نتیجه جان خود را از دست دادند. یکی از اینها عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. ببینید، با وجود وعده های چندین کرده رئیس جمهور کشور درباره افسانه شدن لیمیت برق، یک هفته آخر باشد شبکه های اجتماعی و رسانه ها پر از خبر و گزارش ها درباره قطع از 10 تا 16 ساعته انتقال برق در تمام منطقه های کشور است. این خبر رو هم شنیدیم و خواندیم. اکنون ببینید، بعد بیش از 1 سال بیپولی مردم بنابر همین کرونا ویروس و با شدت بالا رفتن قیمت گاز بنزین و از پی آن جاری شدن لیمیت برق، مردم را در بدترین وضع اجتماعی و اقتصادی در 15 سال آخر قرار داده است. وضعیت را دیده شده؟ اگر هر کدام از این حادثه ها در کشورهای آزاد و حتی نیمه آزاد روی میداد، نه تنها باعث آشوب ها بلکه میتوانست باعث انقلاب و سرنگونی حکومت شود. اما مردم تاجیکستان با شکایت در شبکه های اجتماعی قناعت میکنند. فقط در شبکه های اجتماعی قناعت میکنند، در برنامه های مخالفین تمام. آیا روز میرسد که مردم تاجیک سربالا میکند یا نه؟ اگر میکند، این کی است؟ در رفت برنامه بعضی گفتنی ها را در این باره خواهیم گفت. تاریخ گواه است که هیچ ملت به ظلم همیشه صبر نکرده است. بالاخره قیام کرده است. چون که روز وضعیت فرا میرسد که به گفته داهی پولریتریت جهان ولادیمیر ایلیچ لنین، پایان ها مثل پیشتر زندگی کردن نمیخواهند و بالاها مثل پیشتر حکومت کردن نمیتوانند.
بیایید ببینیم که آیا وضعیت انقلابی که لنین میگفت فرا نرسیده است و اگر رسیده است چگونه تحولات تاجیکستان را انتظار است. بیایید اول ببینیم که شرایط انقلابی طبق گفته های لنین چگونه شرایط ها در تاجیکستان وجود دارد. یکی از شرایط های انقلاب را به وجود می آوردگی این به گفته لنین ناراضگی های شدت گیرنده پایان ها یعنی مردم قطاری است. اصلا گفته لنین که همچون قاعده اساسی سرشوی انقلاب قبول شده است کمی دیگرتر می باشد. لنین در مقاله میافکه پرولتاریات انقلابی که سال 1913 نشر شده است می نویسد که برای انقلاب کافی نیست که پایان ها یعنی مردم قطاری مثل پیشتر زندگی کردن نخواهند. برای آن انقلاب لازم است که بالاها مثل پیشتر حکمرانی و اداره کردن نتوانند. حالا باید دید که این شرایط فرا رسیده است یا نه. بیایید ببینید. این که پایان ها مردم قطاری مثل پیشتر زندگی کردن نمیخواهند دیگر مسلم است. دیده ایستاده ایم. اعتراض های مردم، نارضایت های مردم هرچند حالا نه چندان آشکار در همه سطح علیه وجود دارد. بارزترین نشانه های مثل پیشتر زندگی کردن نخواستن مردم قطاری یعنی پایان ها، افزایش با شدت صف مبارزان با رژیم، پاست های اعتراضی در شبکه های اجتماعی و کوچش بی سابقه از کشور است. کوچیدن های فوج از تاجیکستان. ببینید تماشابینان عزیز، اگر 2 سال پیش در برنامه های آنلاینی یا اعتراضی مخالفین عددی کمشماری مردم شرکت میکردند، حالا برای بیان کردن اعتراض خود در این برنامه ها باید مردم ساعت ها و حتی روزها و هفته ها منتظر شوند. 10 نفر هستند که در دوام برنامه زنگ میزنند نوبتشان نمیرسد. بعد از برنامه زنگ میزنند نوبتشان نمیرسد. همین حالا در 1 سال بند رفته 3 بار تلفن موبیلی سمارت فون عوض کردیم. 3 بار سوخت رفت همین خیلی از پشت زنگ زدن ها. با این ما زنگ میباید تلفن کلیت میشود. 500 زنگ، 1000 زنگ، 2000 زنگ و با واتساپ میباید تلفن کلیت میشود همین خیلی. حالا ببینید هرچند برنامه های آنلاینی مخالفین شمارش از 2 سال قبل نه کمتر از 10 مرتبه بیشتر شده است، شمار زنگ هایی که در اثنای برنامه وارد می شوند هزارها و گاهی از 1000 هم می گذرد. هرچند بیشتر زنگ ها از خارج کشور هستند، شمار زنگ های هم که از داخل کشور وارد می شوند تا رفت بیشتر می شود. شمار بینندگان برنامه های ما در داخل کشور هم با همین صورت افزایش یافته شده است. حالا با شمار برنامه های مخالفین اهمیت دهید چه خیلی روز به روز اوج گرفته شده است. دایره برنامه های مخالفین برای بیان اعتراض مردم حالا تنگی کرده شده است و این اعتراض ها با سرعت به شبکه های اجتماعی کوچیده شده اند. اگر نوشته های اعتراضی از جانب ساکنان کشور در شبکه های اجتماعی همگی 2 سال پیش انگشت شمار بودند، میشمرید چند نفر، 1 2 3 4 5. حالا بیشتری پاست ها را نوشته های اعتراضی تشکیل میدهند. یک بار فیسبوک را ببینید، اینستاگرام را ببینید، ادناکلاسنیک را ببینید.
یوتیوب را ببینید. همین خیلی. انکنون نشانه دیگری اعتراض مردم عادی این کوچیدن مردم است از تاجیکستان. مردم به طور بی‌سابقه از کشور کوچیده ایستاده است، یا اینکه حداقل در سرش فکر کوچیدن را دارد یا شهروندی روسیه گرفتن را دارد. همین پاندمی کرونا ویروس به میان نمی آمد، حالا در 2 سال آخر شاید 10,000 خانواده ترک کشور میکردند. ببینید برابر سر شدن پروازها نوابسته از گرانی قیمت بلیط هزاران خانواده ترک کشور کردند. 10,000 دیگر حالا جامدانهای خود را آماده ساختند و منتظر باز شدن راههای زمینی اند. حالا بسیاری از مردم قطاری برای بلیط خریدن مجبور است خانه اش را فروشد. برای همین اینها حالا خانه را فروخته نه فقط بلیط بلکه اقلا میخواهند رفته تا جای کار رفتن 2-3 ماه پول زندگی خورد و خوراک و حجت کنشان را داشته باشند. این نشانه چی است؟ این نشانه آن است که مردم دیگر نمیخواهد مثل پیشتر زندگی کند. حداقل مثل 20 سال اخیر در زیر ظلم و شکنجه، در زیر ظلم و استبداد یک تازی حکومت. نشانه همین است که مردم نمیخواهد دیگر مثل پیشتر زندگی کند. حالا ببینید این نخواستن ها قسمت رو به اعتراض آورده است، به کوچیدن آورده است، قسمت را وادار کرده است گپ زند، برایت فکر خودش را بگوید. همین طور است. اعتراض ها حالا تنها لفظی هستند و از دایره گفتگوها در معرکه ها، نوشتن در شبکه های اجتماعی یا شرکت در برنامه های مخالفین محدود می شوند. انمی کوچیده از تاجیکستان برآمده رفتن با بچ و گچ و حرکت شهروندی دیگر کشور را گرفتن کردن نشانه چی است؟ یک نوع اعتراض است که در صورت موافق نشدن می تواند به نوع دیگر گذرد، به نوع دیگری اعتراض. اکنون حالا پایانی ها را گفتیم، یعنی مردم قطاری را. دیگر شرطی که وضعیت انقلابی را به میان می‌برد این ناتوانی و کارناشایمی بالاها انمین حکومتداران است. این طبق گفته لنین، یعنی شرط دومی وضعیت انقلابی لنین مثل پیشتره حکمرانی و اداره کردن نتوانستنی بالاها است. عملداران این هم فرا رسیده است. یکی از نمونه های به نقطه آخری خود رسیدن اداره دولت تا حد امکان تنگ شدن دایره حکومت از یک طرف و افزایش روسافزونی اعضای این دایره برای توسعه امکانات و تاثیر خود است. ببینید تماشابینان عزیز، در اول حکومت خود امام علی رحمان آن را به الیت تمام منطقه کولاب به هم میدید. بله، در کماندش از تمام منطقه کولاب دیده میشد. در کماندش در اولها
بیشتری دارایی ها و بیزنس ها در تاجیکستان هم بین این الیت تقسیم میشد. اما کم کم شمار الیت در زادگاه خود امام علی دنغره و زادگاه نفران دویم و سوم کشور عبیداللهیف و یتیموف یعنی ناحیه فرخار افزودن گرفت. یعنی همین از منطقه کولاب به همین دو تا ناحیه تنگ شد. این لازم بود برای راضی کردن آنها دایره حکومت از یک ولایت انمیخیل به دو ناحیه تنگ شود. چون در تاجیکستان به حکومت برای به دست آوردن دارایی می روند، ولی پول می دهند، پاره می دهند، آدم می یابند، تقا می یابند که به همین منصب رفته رسند تا اینکه پول دو چند و سه چند خون دارند. پول داده منصب دار بشوی، پول از کجا کار میکنی دیگر؟ باید چشمه های پولجوش پیدا شوند. انا از همین لحاظ الیت نو و تقسیمات کهنه راضی نبود و طلب داشت تقسیمات از نو صورت گیرد. زادگان ناحیه های دیگری کولاب نه تنها از منصب ها رانده شدند، بلکه تمام دارایی های در مدت شرکت در حکومت به دست آورده اشان هم غصب کرده شد. یک نیمشان حالا پشت پنجره زندان هستند. امام علی رحمان را سری منصب آوردن، شیناندن، نفری اول کردن. بعد خودشان چکی ماند که یا به قتل رسیدن یا پشت پنجره زندان رفتن. و الیت حکمران به همین دو ناحیه تنگ شد. بعد چی؟ با بزرگ شدن فرزندان منصبداران سطح بالا افزایش الیت صورتی بیشتر کسب کرد و لازم شد برای راضی کردن الیت قدرت گرفته دنغره الیت فرخار قربان کرده شود. این قربان سازی تا حد ناگزیر بود که رهبر الیت فرخار محمد سعید عبیداللهیف را نیز به بره قربانی تبدیل داد، یعنی کشک شد. فرخاری رقم 2 سیمومین یتیموف این با کدام راه توانست از زیر تیغ فرار کند و تا حال جایگاهش را هرچند با تسریع به مراتب کمتر است حفظ کرده است. البته این حفظ کنی گفته روزها ورمینی است، موقتی. یتیموف در دسترخوان عائله کاملا بیگانه است و باید روز آن را ترک کند. چون که حالا از منطقه به دو ناحیه تنگ شد، از دو ناحیه به یک ناحیه تنگ شدگی و حالا تا به عائله تنگ شدگی است. یتیموف برای به عائله وارد شدنش باید معاون یکمی بانک ملی تاجیکستان را یک سو فرستاده، از زن و فرزندش دست کشیده داماد رئیس جمهور شود، یا یگان دخترش را بدهد. دیگه بر رستم امالی یگان دختر داشته باشد زنی دویم بدهد، یگان کار بکنه که یگان پیوندی بیابد، عضو عائله شود. دیگه علاج نیست، از سفره بیرون بشه. اکو حالا ببینید صاحب 9 فرزند است امام علی. صاحب 9 فرزند بودن یعنی چی؟ 9 خدا، دادرزاده ها و خواهرزاده های زیاد. حالا نبیره ها کلان شده ایستادند، نبیره های زیاد. انکنون الیت نو در دایره خودی خانواده به وجود آمده است و حالا این الیت نو حق خود را طلب کرده ایستاده است. در نتیجه تقدیر الیت کولاب
و الیتی دنغره و فرخار تکرار شده ایستاده است. یعنی چی؟ هر داماد خدا و هر نبیره اشتهای حکومت، پول، بیزنس و موقع بود، اما آن الکی بین الیتی دنغره و فرخار تقسیم شده است. بنابراین لازم آمده است یک الیتی بزرگ دیگر قربانی کرده شود. حالا نه تنها شمار نبیره های به بلاغت رسنده می افزاید، بلکه اشتهای یک و یکی اعضای عائله نیز در حال بزرگشوی است. هر نفری آنها می خواهند لقمه روغنی تری را صاحب شوند، از یکدیگریشان ثروتمندتر باشند، در حسابهای آفشاریشان چند میلیارد دیگر جمع سازند. انا همین خیل بالا بالا بالا، پیش بازک، مسابقه. انا این حال باعث شده است بین اعضای عائله رقابت به وجود بیاید. طبیعی است که رقابتی که ناسالم است و برای صاحب شدن به پول، منصب و بیزنس مفت صورت میگیرد، همیشه به دشمنی میرساند. به دشمنی. حالا بسیار خبرها میرسند که در داخل خانواده رئیس جمهور رقابت شدید وجود دارد که روز تا روز شدت میگیرد. نشانه های این رقابت و دشمنی را مردم هم هر روز با چشم سر مشاهده کرده ایستادند. ببینید، حسن اسدالله زاده، دادر عروس و سابق کیسه امام علی و تاثیرگذارترین نفر بعد امام علی تا همین 7-8 سال پیش کاملا از تاثیرگذاری در سیاست برکنار شده است. بیزنس هایش هم قدم به قدم از طرف خواهرزاده هایش، یعنی بچه های امام علی، دخترانش غصب می شود. حسن اسدالله زاده هنوز هیچ اعتراض آشکاری از خود نشان نداده است، اما گفته می شود در کمند آزاد رحمان و علیه رستم امام علی قرار گرفته است. با آزاد رحمان. رستم امام علی چی؟ پسر بزرگ امام علی رحمان که نفر دوم کشور و عملا میراثبر حکومت پدرش شده است، با سرعت جغرافیای تاثیر و بیزنس خود را وسیع‌تر میکند. این وسیع سازی در محدوده الکی تقسیم شده باعث تنگشوی موقع خواهرانش و برادر بالغ شده است. سامان جان. خواهرانش از چنین خودخواهی رستم سخت نارضا شدگی هستند که در نتیجه بارها باعث بحث های عمومی عائلوی با داوری خانم رقم 1 تاجیکستان، همسر رئیس جمهور عزیز ما اسدالله زاده شده است. انا همین خیل این گونه رقابت ها راهی حل ندارند. تماشابینان عزیز، به کجا برده میرسوند این رقابت ها؟ بالاخره به ترکیش یا حداقل به نزاع آورده میرسونند. رقابت و دشمنی در داخل عائله زمینه پر فلج شدن حکومت را فراهم کرده است و شرایط دومی وضعیت انقلابی لنین با سرعت فراهم می شود. اکنون بحث برپا شدن یا نشدن انقلاب در تاجیکستان مطرح نیست. تماشابینان عزیز، مردمی عزیز، بحث مطرح چگونگی این انقلاب است که اینجا نه، در برنامه های آینده انشاءالله بررسی خواهیم کرد. این بود برنامه امروزه دیدگاه. یکایک شما را به الله پاک می سپارم. انشاءالله فردا در برنامه آنلاینی برنامه دیدگاه با هم وا میخوریم. برنامه آنلاینی که شد حتما با اشتراک شما میگذرد. موضوعمان حبس عزتمان است.
در فردا البته. در پناه خدا باشید. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.